سلام خدمت دوستان و علاقه‌مندان رشته مهندسی پزشکی. من مهندس سجاد جلالی از پیج دنیای مهندسی پزشکی در خدمت شما هستم. امروز جلسه سوم آموزش مقدماتی نرم افزار مطلب رو شروع می‌کنیم و به موضوع ماتریس ها، نحوه ساخت و استفاده اونها می‌پردازیم. برای ساخت ماتریس در نرم افزار مطلب میتونیم به کمک سیمیکالن دستوری به این شکل بنویسیم: A مساوی است با کروش باز اعداد سطر اول سیمیکالن اعداد سطر دوم سیمیکالن اعداد سطر سوم کروشه بسته. همینطور که میبینین یه ماتریس 3x3 ساختیم که در متغیری به نام A که از جنس ماتریسه ذخیره شده. فقط این نکته رو به خاطر داشته باشید که بین اعداد باید فاصله وجود داشته باشه تا تمایز در ستون‌ها ایجاد بشه. همچنین با سیمیکالن میتونید تمایز در سطح‌ها رو ایجاد کنید. خب بیان یک ماتریس ستونی به نام B بسازیم و سطرهای اون رو با سیمیکالن از هم جدا کنیم. همینطور که میبینید یه ماتریس ستونی با 3 سطر متفاوت ساخته شد. یه ماتریس دیگه به نام C که یه ماتریس سطری هست رو میسازیم و ستونهای اون رو با استفاده از فاصله از هم جدا میکنیم. الان ما یه ماتریس به نام یه ماتریس C که یه ماتریس سطری هست داریم که دارای 3 تا ستونه. ما میتونیم ماتریس هایی رو که ساختیم از قسمت ورک اسپیس مشاهده کنیم و همچنین تعداد سطر ستون اون رو هم ببینیم. از روش دیگه‌ای هم برای ساخت ماتریس استفاده میشه که اون روش عملگر دو نقطه‌ایه. به این شکل که مثلا متغیر A رو مساوی با 1 2 نقطه 10 قرار میدیم. همینطور که میبینین یه ماتریس سطری درست شد که شامل 10 تا ستونه. شما همینطور که میبینید فاصله و گام بین هر عدد 1 که این دیفالت مطلبه. اگر میخواین گام و فاصله بین اعداد رو تغییر بدین باید دستور رو به یه شکل دیگه بازنویسی کنید. به عنوان مثال B رو مساوی با 1 2 نقطه 2 2 نقطه 10 قرار میدیم. همینطور که میبینید این سری ماتریس سطری که ما داریم گام های متفاوتی داره و 2. دستور بالا رو شما میتونین همیشه با تغییر عدد وسط گام رو تغییر بدید، با تغییر عدد اول شروع گام ها و با تغییر عدد آخر پایان گام ها رو تغییر بدید. حالا یه مثال با گام منفی براتون میزنم. مثلا C مساوی است با 10 2 نقطه منفی 1 2 نقطه منفی 10. همینطور که میبینین یه ماتریسی داریم که گام های منفی داشته و به سمت منفی 10 رفته. حالا بریم سراغ دستورات خاص برای ماتریس ها در مطلب. اولین دستوری که بررسی میکنیم دستور لنس که به کمک اون میتونیم طول ماتریس رو به دست بیاریم. برای اینکه یه مثال برای این دستور بزنیم ابتدا ماتریس A رو که در اول کد نوشتیم و فراخوانی میکنیم. همینطور که میبینین این ماتریس سطری با 10 تا ستونه. حالا دستور لنس رو مینویسیم و A رو درش قرار میدیم. همینطور که میبینین عدد 10 که تعداد درایه های این ماتریس هست رو به ما برمیگردونه. دستور بعدی دستور الحاق دو ماتریس به صورت سطریه که باید تعداد سطرهای یکسانی داشته باشن. به خاطر همین ما ابتدا ماتریس A فراخوانی میکنیم و بعد ماتریس B رو و بعد از دستور کروشه A B کروش بسته استفاده میکنیم. همینطور که میبینید این دوتا ماتریس با هم الحاق شدن. دستور دیگه دستور الحاق دو ماتریس به صورت ستونیه که باید تعداد ستونهای یکسانی داشته باشن. ماتریس A رو فراخوانی کردیم، حالا ماتریس C رو فراخوانی میکنیم
و از دستور کروش A سیمیکالون C استفاده میکنیم. همینطور که میبینین از الحاق این دوتا ماتریس به صورت ستونی این ماتریس به دست اومد. میریم سراغ ساخت ماتریس همانی که با دستور آی صورت میگیره. مثلا آی 3 رو میزنیم که یه ماتریس همانی 3x3 به ما میده. دستور بعدی ساخت ماتریس قطریه که با دستور دیاگ صورت میگیره. فقط ورودی های این دستور باید به صورت ماتریس باشه تا این اعداد در قطر این ماتریس قطری قرار بگیرن. همینطور که میبینید یه ماتریس 4x4 داریم که اعداد اون ماتریس در قطر این ماتریس قرار گرفتن. دستور بعدی ساخت ماتریس صفره که تمام درایی های اون صفر باشه که از دستور زیروس استفاده میکنیم. مثلا زیروس 3. همینطور که میبینید یه ماتریس 3x3 که تمام درایی هاش صفره به ما میده. حالا میخوایم یه ماتریس بسازیم که تمام درایی های این ماتریس یکن که از دستور وانز استفاده میکنیم. مثلا وانز 3. همینطور که میبینید یه ماتریس 3x3 که تمام درایی ها یکن. دستور بعدی دستور ساخت یه ماتریس که تمام درایی اون یه اعداد رندومی بین 0 تا 1 که از دستور رند مثلا 3 استفاده میکنه. همونطور که میبینید یه ماتریس 3x3 رو میبینین که تمام درایی اون اعداد تصادفی بین 0 تا 1 هستن. دستور بعد که دستور مورد علاقه مهندسین پزشک هست، دستور تولید سیگنال PQRST در یک ماتریس سطریه. به این صورت که متغیر E که از جنس ماتریس هست رو مساوی با دستور ECG که عدد 1000 رو بهش دادیم قرار میدیم. منظور از 1000 تعداد ستون این ماتریس سطریه. خب برای نمایش این سیگنال ما از دستور پلات به این صورت استفاده میکنیم. پلات E. دستور پلات به ما کمک میکنه تا یه ماتریس رو رسم کنیم. البته چون این دستور بسیار پرکاربرد هست، جلسه مخصوص این دستور به زودی تهیه میکنم و در پیج قرار میدم. همینطور که مشاهده میکنید ماتریس ساخته شده شبیه سیگنال حیاتی ECGه، ولی در جلسه بعد سیگنال های حیاتی واقعی که از انسان ثبت شده رو به صورت ماتریس به مطلب اضافه خواهیم کرد و اونها رو نمایش خواهیم داد. در اینجا آموزش امروز ما به پایان رسید. امیدوارم از آموزش کوتاه امروز راضی بوده باشید. لطفاً پیج ما رو به دوستان خودتون که در زمینه رشته مهندسی پزشکی تحصیل کردن یا میکنند معرفی کنید. روز بخیر، خدا نگهدار.